شیس رضایی توپو ازش میگیرن. حالا از جناح چپ سید صالحی وارد محوطه جریمه میشن. فرصت برای پرسپولیس و گل. مسلمان دروازه مصر همین ابتدای کار باز میکنه. محسن مسلمان این بار هم باید بگیم اشتباه شیس رضایی بود که به شکلی جا موند که سابقه داره این بازیکن. این بار محسن مسلمان بود که حالا در آغوش صادقیان هست. همین اول بازی پرسپولیسی ها از مصر پیش میافتن. صحنه آهسته رو اگه ببینید شیس یه لحظه اونجا توپ از دست داد و همون توپ اومد و دروازه مصر باز شد. علاقمندان به فوتبال و همچنین همکاران محترمتون در پخش رادیو ورزش خوشحال هست علی دایی مسلماً، مربی که تا حالا در کرمان نتونسته پیروزی رو کسب کنه. هم دایی و هم پرسپولیس تا حالا نتونستن در کرمان مصر رو شکست بدن. حالا این کار رو انجام میده. ضربه سر از مدافعین در برگشت و گل. گل! چه گلی زد پرسپولیس و کفشگری بود که در عین ناباوری غافلگیر کرد مسی ها رو. پرسپولیس 2 مصر 0 و علی دایی که از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجه. بعد از مدت ها داره اولین پیروزی خودش رو در کرمان دشت میکنه. هم دایی و هم پرسپولیس. این هم کفشگری که گل قشنگی زد. حالا ضربه این بازیکن رو شما باید در صحنه آهسته حتما ببینید. از چه فاصله ای هم زد. مستقیم توپ در کنج دروازه مثل کرمان جای گرفت. شیس رضایی، حالا اجازه بفرمایید ببینیم تکلیف این توپ چی میشه. تک به تک سید صالحی و رشادت میکنه رودباریان، اما داور اعلام پنالتی کرد. ببینیم که آیا خلعتبری میتونه گل سوم پرسپولیسی ها رو بزنه یا خیر. حالا داور از بازیکنان دو تیم میخوان که از محوطه جریمه بیرون بیان. پشت توپ خلعتبری، رودباریان هم در چارچوب دروازه ضربش رو هم میزنه و گل. در خلاف جهت حرکت رودباریان خلعتبری برای سومین بار دروازه مثل کرمان رو باز میکنه. این بازیکن و این هم حلقه شادی پرسپولیسی ها در استادیوم شهید با هنر کرمان. پرسپولیس 3 مثل کرمان 0. پرویز مظلومی یک کار عجیب داره میکنه. بازیکنان مصر رو از زمین به بیرون فرا میخونه. حالا ببینیم تصمیم مسی ها آیا قطعی است یا خیر. به هر حال فکر نمی کنم کار درستی باشه. مظلومی باید ادامه بده. حالا خودش به زمین میره. بسیار عصبانی هست پرویز مظلومی و باید اونو کنترل کنن. یوسف آبادی به زمین رفته. چی شد همین اول بازی در نیمه دوم؟ اوه فنایی هم اونجا هست. دایی هم که میگه اصلا من که کاری ندارم. بله کارش هم درسته، فقط اعتراض شدید مسی ها رو ما میبینیم. آتیلا حجازی هم رفته. حالا تراپور میره حجازی رو به بیرون از زمین بیاره. داور چهارم، سرپرست مصر، همه و همه اونجا به هم ریختن. به نظر میاد مظلومی همچنان سر حرفش هست. تراپور رو هم حال میده بیرون. یکی باید این پرویز مظلومی رو بگیره از زمین بیاره بیرون. در اوج عصبانیت خودش هست. واقعا انتظار یه همچین روزی رو نداشت. همون اول بازی ضمن که شما میبینید حالا به چه شکلی برخورد پیش اومد. اینجا سید صالحی وارد محوطه جریمه شد، توپو زد رودباریان. توپو زد. حالا اگه برخوردی هم پیش اومد بعد از دفع توپ بود. خوراک 90 این هفته فکر میکنم دیگه تامین شد. حالا ببینیم به هر حال بازی دنبال خواهد شد یا خیر. آقای فنایی هم یه جورایی داره آروم میکنه. مدیر عامل مصر هم میبینید آقای ایرانمنش رو که رفته اونجا موسفیدی کنه. خلاصه همه اینها تلاششون بر اینه که بازی دنبال بشه. پنالتی که اعلام شد دیگه عصبانیت مظلومی به اوج رسید. علی دایی هم که آب میخوره بغل زمین. به هر حال اون نتیجه خودش رو گرفته و کاری به این کارا نداره و اصلا وارد ماجرا نمیشون.
سرپرست مس اونجا هست، فنایی هم اومده داره با پرویز مظلومی صحبت میکنه. یه بار دیگه شما ببینید برخوردی رو که پیش اومد بین رودباریان و سید صالحی. اینجا رودباریان به این شکل توپو گرفت و بعد هم اعلام پنالتی. بله، پرویز مظلومی از زمین اخراج میشه و نمیتونه روی نیمکت بشینه. یوسف آبادی سرپرست تیم هم پرویز رو هدایت میکنه به بیرون و بازی که باید حالا دنبال بشه. توپو دور کرد، حالا حقیقی پا به توپ جلو میاد، از همونجا میخواد ضربه رو بزنه برای سید صالحی، وارد محوطه جریمه میشه و گل. چه گلی زد این سید صالحی! پرسپولیس 4 مس کرمان 0. سید مهدی سید صالحی برای صادقیان، وارد محوطه جریمه هم شده صادقیان و گل 5. اتوبان شده این خط دفاعی مس کرمان. هر توپی که اونجا میره در نهایت به دروازه مسی ها میرسه. سابقه زحمت کشیدن در کرمان، یه فرصت و گل. مس هم 6 تایی میشه در کرمان و تعویض طلایی علی دایی جواب میده. دیگه پرسپولیسی ها تو خواب هم نمیدیدن یه همچین چیزی رو. من که یادم نیست دایی اینقدر خوشحال باشه. حالا یه تماشاگر هم به رسم اون تماشاگرای استرالیایی رفته تو زمین، نیروی انتظامی هم اونجا به سرعت حاضر میشه. به هر حال همین رو دیگه کم داشتیم فقط. خلاصه این بنده خدا رو هم دارن که جوون خوبی از زمین میارن بیرون. خلاصه این نتیجه باعث شده که فکر میکنم این آقا هم بره اونجا. البته یه نفرم میرفت میتونست بیاره این بنده خدا رو بیرون. 3-4 نفر از عزیزان زحمتکش نیروی انتظامی هم میرن اون رو به بیرون از زمین هدایت میکنن. خدا کنه دیگه برای این قضیه وقت اضافه نگیره داور. صحنه گل رو ببینید، سر ضرب محکم یه شوت استثنا از اون شوتای کریم باقری زد با پای چپ و تأمینی. چه پاس گلی داد.